سلام بر روی دوستان و گلم. دوستان، برای اولین ویدیوم میخواستم خودمون تعریف کنم. اسم من مرتضی نصاریه و میخوام این کانالی که میذارم درباره این بازی نبرد پراتوری باشه و اگر دیگه خواستیم هم درباره بازی های دیگه میذاریم. ببین دوستان، نبرد امپراتوری، این بازی خفن از این دست ازش کشید. ببینید سعی میخوام این چون خیلی زیاده. ببین یک قلعه، سرباز کنه برای تولید ارتش، بیمارستان برای درمان سربازا برای اگر حمله کردین، جایی که ارتش جمع میشه یا به قول اینجا محل تجمع نیروها، یا بازار داریم برای سرمایه گذاری فرستادن منابع به دوستای خود و از این دژ جنگی، تالار جنگ و دانشگاه و سفارت. اول از همه شروع کنیم. سفارت چیه؟ سفارت همین توی اتحاد میتونی یک کمکی بکنی. اینو میزنید، مثلا اینجا میاد براتون کمک، پای اینو میزنید، همه رو میکنید. بعد وقتی اینجا دیگه میاد اینو یه لشکرکشی میاد روی اردوگاه این کارو میکنه. این مثلا یه رالی میذارین، لشکرهای دیگه از دوستان شما میان، بعد لشکرهای اگر دوستاتون هم خواستن بیان، لشکراتون رو جمع میکنید، بعد به سمتشون، یعنی نیروهاتون به سمت اونها حرکت میکنه. بعد هم این ویل کنید. یه لحظه ببخشید که من دارم اشتباه میگم. ببینید اینجا گفته تقویت بازه چیه؟ اینو میزنید. اینجا خیلی باشید، اینجا یک عددی زده 390,000 تا. این 390,000 تا رو واسه چی میخوان؟ مثلا یکی به دوستم ارتش فرستاده، میخوام زود بهش لشکر، میخوام زود نیروهامو بدم به دوستم، بدم که شکست نخوره، یعنی از لشکریان ما شکست نخورن. روش میزنیم، مستقر میشن. وقتی اینو میزنید، اینقدر سپاه همه اونجا بوده. خب اینو میزنید، برگشت. سیستمایی هم هست، ولی متاسفانه اینجا نیروهای زیادی برای توضیح دادن چینش سربازا نیست. خب اینو بل کنیم. یه شیر هم داریم، شیر که این هم بازش جداگونه است. و الان بریم سراغ دانشگاه 5 تا گزینه هست: استراتژی، تکنولوژی، دفاع هست، توسعه بیشتر برای درمان کردن و سرمایه گذاری تو معدن جادویی، یه اتحاد و ساخت استقامت و کاهش هزینه آموزش برای ساخت ارتش و اینا هستش. منابع اینا هسته هایی هستن که به شما کمک میکنن که سریعتر همین سرباز بسازید، سریعتر منابع جمع کنید. اینجا هم جنگی، یعنی مثلا درصد ارتشتون میبره بالا. ارتش پیشرفته که سختترین موقعیت جنگیه، سختترین چیز بازی که من ازش استفاده کردم. این اینجا هم سرعتیه، یعنی مثلا اگه ایشون دیدین که 8 ساعت از من خواست با زدن سرعتی در جا کش کردم. بعد اینجا مثلا این الان دوستم یه رالی گذاشت، الان از این سیستم استفاده کرد، اینم بهش میگن رالی چی کار میکنه؟ ببین الان مقصد دوستم این قبیله است، بهم نقره میده، یعنی از اینا میده. خب از اینا میده که من کلی جمع کردم. خب بعد اینا بتون میچیم. ببین این خط آبیه هست، ببین کجاست
اینهاش اینجاست، اینجا هستش. اینجا چی کار میکنید؟ اینا وقتی پر میشن میتونید اینو بزنید، یعنی مثلا بیرن رو همین رالی های دوستتون شرکت کنید. منابع هم بگه اینجا چی گفته ببینیم. مردانو میزنه. خب چی گفتن اینجا؟ یا ابوالفضل چه خبره اینجا دوستان؟ 776 تا معدن جادوییشون رو زدن. او مای گاد، پاره پارن اینا. خب اینجا یکی از دوستاشونن که اومدن کمک فکر کنن. اینو بزن ببینیم. اتحاد ای او این چی چرت و پرت اینا هستش. اینجا زده دارن نابودش میکنه دوستان، خیلی سخت. اینجا نباید اینجا باشیم. بعدم دوستان به این میگم دیگه. بعد اینجا معدن جادوییه. ببین مثلا الان آهن و سرباز، ببین آهن از این شورتانه هر چی دلتون بخواد ازش استفاده کنید، میتونید بفرستین اینجا، ولی به یک ظرفیت محدود. ظرفیت محدودم من اینقدر بود، 426,000 تا، 402,600 تا آهن فرستادم. اینجا هم سودشه 1,800,000 تا. خیلی بخشید دوستان. خب بعدش هم دوستان خیلی ببخشید. بعدم این یه رویداد جدیده به نام کریسمس. این کریسمس اون داشتیم میگفتیم. آره اینجا هر چقدر دلتون بخواد میتونید سرمایه گذاری کنید، ولی به یک ظرفیت محدود. اینجا هم به این میگن تجهیزات VIP اگه درست خونده باشم. الان مال من سطحش 8، قابلیت های زیرو به شما نشون میده. مثلا حمله سربازان زمان ساختش یعنی اینقدر باشه میتونم ازش استفاده کنم. تولید منابع یه خورده بیشترش میکنه، انواع رو بیشتر هم میکنه، سرعت شکار دیوان هم بیشتر میکنه، سرعت بازیابی یه توان رو هم بیشتر میکنه، دفاع سربازان بیشتر هم میکنه، ظرفیت یعنی میتونی انجامش بدم بیشتر میکنه. یک جایگاه هم باز کرده، سلامتی سواره و سلامتی همه ارتش و سرعت لشکر کشی همین. آره بعدم اینه خورده سختن چه دوی مثلا دستشون میاری. وقتی به اینجا ارتش فرستادن بگین یه نامه ها داریم، این رو اینجا میزنم رو گزارش، اینجا میاد. ببین این همه درصد جنگیه، این درصد جنگی این قبیله است. اینجا درصد قبیله هاست. الان درصد جنگیش جنگ دوستان عکساشون از اینجا قوی ترن. اینجا لشکرهای منه همین دوستمه که این بعضی فکر میکنن اینا چی هن؟ میگن داداش اینا چی هن که دور تا دور سربازانو داره همین میدرخشونه. اینجا دوستان گلم اینجا جایی هستش که استفاده از تخصصه که یه خورده دوستان الان نمیتونم چون این ویدیو نباید میخوام زیاد طولانی باشه. اینجا هم دیگه نیروهای تیتن، ولی این به دلیل نداشتن قهرمان برای محافظت تو اینو ضعیفن. این کارا نیروهای تیده به در نمیخورن، قهرمان اینو نداشته باشی. خب بعدش هم میریم سراغ دوم. یادتون سرمایه گذاری توی معدن جادویی اگه با ارتقای همین اینجاش ببین اینجا معامله هست، اینو ولش کن، هیچ متدی نتونستن این کارو کنن. ببین اینجا گفته سطح سیش یعنی مکسش چقدر میگه. ببین قدرت ساختمان، یعنی اگر اینو به سطح سی کنم یعنی چقدر از قدرت این بره بالا؟ 276,367
فرشته بکنم. ظرفیت بار کاروان، یعنی اگر میخوام به دوستتون منابع کمکی بفرستی میتونید 264 تا ازش استفاده کنید. نرخ مالیات، وقتی شما به دوستتون منابع کمکی میفرستین، مثلا گفته 280 تا، مثلا داره میگه مثلا 450 418 400 مثلا 500 و این قدری ها. شاید مثلا از این 500 تایی از منابعتون فرستادین 42 هزار تا از 500 هزار تا برسونه، شبیه مالیات از شما میگیره. با ارتقای این ساختمان قدی به ساختمان خفن میتونید از این نرخ سرمایه گذاری کمتر کنید، یعنی از این مالیات. بعدش هم اینجاست که گفته سهمیه سرمایه گذاری. گفته اول یعنی سطح 1 50 70 90 10 110 بخشید 110 110 هزار تا 140 هزار تا 117 170 هزار تا 200 هزار تا 230 هزار تا 260 هزار تا 300 هزار تا 340 هزار تا 380 هزار تا 300 بخشید 420 هزار تا، خیلی یعنی قدر تا 1,600,000. بعدم با استفاده از نمیدونم چی بهش میگن، با توسعه اینجا گفته سهمیه سرمایه‌گذاری اینجا رو بیشتر میکنه براتون دوستان. دیگه چی بود؟ قهرمانان مهمترین عضو توی لشکر شماست. اگر شما میخواین حمله کنین باید اینا 100% باشن. بهترین ترکیب اینجاست. انا ببین باید چطور اینا رو قوی میکنین. اینجا کارت میده به شما، یعنی روزی 5 بار میتونه از اینا رو بزنین. رایگان به شما میده هر 5 دقیقه یک بار، یعنی هر روز 5 بار به شما میده. ولی این طلایه که خیلی سخته به دست آوردنش، توی خیلی از رویدادهای زیاد تقریبا کم به دستتون میاد. اینا هر یک روز هر 24 ساعت از اون به شما میده. که اینجا هم یک احتمال هست، یعنی مثلا کارت های مثلا قطعاتی میده به شما که بعد میان وقتی اینا یه مطالبی میخواد برای باز کردن الکساندر 200 تا میخواد، مثلا 200 تا میخواد برای باز کردن الکساندر 16 تا میخواد، بخشی 10 تا برای ارتقا دادنش به یک ستاره، مثلا برای ارتقا دادنش به یک ستاره از شما چند میخواد؟ یه فکر کنم 16 تا. آره 16 تا. برای ارتقا دادن به 2 ستاره 36 تا، برای ارتقا دادنش به ستاره 72 تا، برای ارتقا دادنش به سطح 4 ستاره که واقعا خورده سخته، خیلی سخته، 136 هزار تا از شما 136 تا میخواد از شما که واقعا عدد سختیه. اینجا این توضیحاتش 100% به شما میدم دوستان. و دیگه چی موند؟ شیر فعالیت های داره. ببین اینا ببین یک کاربردی داره. مثلا این قهوه ای که نوشته پر انرژی، اینجا ببین این پر انرژی قهوه ایه. اینا مثلا برای زدن رالی و دیو اینا، یعنی برای زدن دیو و قبیله ها که دوستان داره میزنه و چند تا از لشکریانشون هم داره حرکت میکنه به سمت هدفشون. اینجا هم برای جمع آوری منابع که واقعا به درد میخوره. اسمش هم نمیدونم چیه، بزنمش نجیب، اسمش نجیبه. اینجا ظالم که برای حمله کردن، اینجا هم اگر دقت کنید گفته حمله سربازان، سلامتی سربازان و دفاع سربازان بیشتر میکنه. بعد هم خشمگین که دفاع همه نیروها، حمله نیروها هنگام دفاع نیروها هنگام دفاع یعنی چی؟ دفاع نیروها هنگام دفاع یعنی چی؟ سلامتی نیروها هنگام دفاع. و اگر ارتقاش بدی به سطح 35 این مهارت ها ارتقا میده. بعد هم ترکیبی هستش، ترکیب ارتش که من با این همه زحمتی که کشیدم تستم خودش رو رسوایی ببرم. آره داره میبینید اینو برای حمله کردنه. اینو ظرفیت سربازا رو میفرسته برای این یه توصیحاتی میدم براتون. یا برای جمع آوری منابع هستش. دیگه چی موند؟ ارتقاش
ببین با همین امتیازها میتونی سطح این مهارت ها رو ببرین بالاتر. تو میتونی سطح این رو ببری بالا، سطح این رو. ببین مثلا اگر میخوام بزنید مثلا برای ارتقا دادن ایشون به سطح بالاترش خیلی سخته. یعنی مثلا 317,000 تا چی بهش میگن، الله، امتیاز دفاع شیر، اینجا امتیاز حمله شیر. از اینو باید چندین تا از اینو ترکیبشون کنی، ارتقا بزنی اینا ارتقا پیدا میکنه. برای ریستش باید 100 تا سکه میدی. بعد اینجا هم ارتقاش خیلی سخته، باید از اینا جمع کنی که من تا عرض اینا خیلی سخت تلاش کردم جمعش کردم. بعد اینجا هم سطح هایی داره، سطح معمولی که صفره، عادی هم به در نمیخوره، کمیاب هم یه خورده خوبه، یعنی برای متوسطا. حماسی که خورده قویه. افسانه ای که ایستادن بهش سخته و خیلی سطح افسانی و قدرتمنده. اسطوری قوی ترین و بهترین چیز توی بازی این اسطوریه. اگر این بهش برسین خیلی به دردش میخوره. که به نظرتون چقدر از اینا میخواد تا بهش برسه؟ 120,000 تا از این قطعات میخواد. ولی استعجال نکن، نگید مثلا من میخوام همین حالا به همینجا میرسم. نه، خیلی طول میکشه. این من یکی رو میشناسم که پول خرج کرده 500 دلار خارجیه، ایرانی نیست. این ویدیوش خیلی دوست دارم. الان فکر کنم همه اینا، همه مهارت هایی که ازش استفاده میکنه نه اینا که ازش استفاده نمیکنه همه اکثری حماسی هن و دو تاش همین افسانی. 3 سال داره بازی میکنه، 500 دلار داره پول خرج میکنه. یعنی به پول ما ایرانی ها 120,000 بخشید 12,500,000 تومان، خیلی زیاده. خب این همش این هم بیمارستانه. وقتی به شما مثلا این حمله میکنید، حمله به دیوان اصلا هیچ خسارتی به شما نمیده، همشون یه خورده ازشون کم میشن. الان میخوام شما یه رویداد ببینم. ببین الان به نادرشاه اینو بل کنید. ببین من توی جنگ بین سرور یکی از رویدادهای خفن بازی که من توضیحش میدم. ببین به من بهش حمله کردم و کلی اشتباه کردم، همه محافظ شما در نبرد کشته شدن. ببین اینجا می خود استاد میشم، یعنی نسابه میده. ببین من با 84,659 تا میگیره، ولی ایشون 400 تا. ببین ایشون سربازش مخفی میکنه. چطوری؟ با رالی های 1 ساعت. ببین مثلا اینا اینجا 5 مثلا اینا میزنه، یه ساعته میذاره. وقتی بهش یعنی اینجوری مثلا یکی جاسوسی بزنه، چطوری اینجوری جاسوسی میزنه. خب این ازش استفاده کرد اومد بالا، این جور براتون در میاره. این هم قهرماناش تجاهیزش همین چیزش برام در میاره اینجا. خب اینجا دیدین. ولی وقتی مثلا اگر نیروهای من تو رالی هستن، سیستم در میاره که مثلا یعنی من صفرم، رقیب به من حمله کنه. وقتی میخواد حمله کنه من سریع این لحظه یعنی این میزنم، نشکش میکنم، میزنم اینو سریع میزنم. خب مثلا یکی میخواد به من حمله کنه، سریع اینو رو همین منحل میکنم، اینو هم برمیگردن، هم سیو میکنه. ایشون داداشم از این داداشم که بهش حمله کردم و خیلی از ارتشم از دست دادم، از اینش استفاده کرده و من اصلا هیچ ازش عصبانی نیستم. بازی دیگه خب خیلی هم قوی هستش، خیلی از من قوی تره، یعنی اگر رالی میذاشتن خودش شگستش میدونم. خب بعدم یه روش دیگه هست که ایشون هم بهتر از اینه، چون ایناش مخفیگاه ارتش که میتونید الان من سطحش 41 بخشی 21 47,000 تا سرباز داره، میتونم اونجا جا بذارم. ولی برای کسانی که زیاد ارتش دارن و نیرومندن که اینقدر سرباز دارن که
یه جایشون نمیشه، این اصلا به دردشون نمیخوره. خب اینجا میزنمش، اوکی میشه. طرای قطبی هست و جش هست و نیرو هست و اینجا، یعنی اگر میخواد جاسوسی کنید ایشون هم یک کار مهمیه برای اطلاعاتی بیشتر از دشمن ازتون میگیره به شما میده. همین. اینجا هم پروفایل اینجا هم سلاحهای پروتو که واقعا خیلی خفنن، یعنی توی این کلیپ 100% اوکیشون میکنم. خب دوستان امیدوارم که از این بازی لذت برده باشید و انشالله تو ویدیوی بعدی خدا نگهدار همگی. و اینم بگم که لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگر لایک و سابسکرایب کردین خیلی خوشحال میکنید. بدرود. فعلا دوستان.